کانگورتوتی که من آگاه به شما معرفی کردم، همین کانگورتوت این در نوحه دنغر است. در اینجا کارهای حفریاتی سالهای 80 عصر 20 شدند و سال گذشته ما اکسپدیسیا رو از نو و این منطقه فرستادیم، باستانشناسا کار کردن. اون دستاوردهایی که ما داشتیم توسط وسایل اخباری عمومی نشان داده بودیم. قسم اون لوازماتی که ما پیدا کردیم در اینجا یافتیم، آنها انتقال داده شدن حاضر به آزمایشگاه‌های بین‌المللی به لندن و انگلیس برای معاین کردن سینوسول و دستاوردهایی که ما در این منطقه داریم پر گواهی از آن می‌دهند که سینی این منطقه سینی اون یکی در این منطقه شهرنشین بود و مردم با صنایع گوناگون دستی و صنایع‌های دیگر مشغول بودند. در حقیقت 4000 سال ممکن از این هم زیاد باشد. یعنی تقریبا ما یک ادامه مدنیت فرهنگ سرز رو در اینجا پیدا کردیم. مثلا سرز 5500 سال تا تقریبا 4500 سال پیش موجود بود. بعدا سرز از بین رفت. اما دیروز در سرز بودیم. سبب از بین رفتن و ترک منزل کردن مردم سرز تا هنوز مشخص معلوم نیست. احتمال خشکسالی پیهم اومد یا احتمال دیگر آبخیزهای پیهم بود. یعنی شرایطی شد که مردم در این منطقه زندگی کردن نتونستند. یک ادامه منطقی تمدنی سرز در کانگورتوت پیدا شد. احتمالی زیاد می‌رود. من حالا اثبات کردنی نیستم و با اثبات نرسیده است که مردم کوچ بسته باشند به این منطقه و یا اینکه کانگورتوت نیز در سر راه ابریشم است. همون راه ابریشم که می اومد از طرف وادی سور میگذشت و توسط منانورک و بعد توتقبول میرفت، از همین کانگورتوت سپری میشود و میرود بعد و منطقه بدخشان طرف دیگر این در سر راه ابریشم بود و کارهای حفریاتی در این منطقه امسال ادامه خواهند یافت. ماه سپتامبر اکتبر ما کارهای در این منطقه باز ادامه خواهیم داد. اصلا مهم اون است که وقتی ما درباره تاریخ میگیم البته درباره فرهنگ شهرداری میرود. اون قبرستانایی که ما پیدا کردیم و اون ظرفایی که از قبرستان‌ها پیدا شد پر دلیل اون است که منطقه تاریخ کهن دارد و در این یک تمدن شهری و شهرداری موجود بوده است.